احمد مسعود کجاست؟ امو را بگوین که من ثابت کنم کتاب بتونم. احمد مسعود کجاست؟ احمد مسعود شیر وار مبارزه میکنه، اون سربازاش در دلهای کوههای هندوکش اینمیال در نیمه های در نیم قد برف عملات جریان دادن، در مکمل شهر کابل خواب سر فاشیسم قبیلوی آرام ساختن. احمد مسعود اونجا است. یک رهبر سیاسی کجا می باشه؟ مولای بطلا کجاست؟ تو چی میگی؟ بله. در کدام کوه است؟ در کدام کوه است؟ ندیدی کوه را بلد نیستی؟ نیمه کل امو کوهایی است که ستانکزی در داخل ارک میلرزه. امو کوهایی است که ایبت الله جای خود مستقیم تغییر و تبدیل میکنه. امو بزرگواری است که امروز در شهر کابل از ذقیت موضوع یک تقریبا 24000 پوستر در جغرافیای پنجشیر امروز ایجاد کردین و پاکستانی ها را آوردین، زور شما نرسید. افغان همی غیرتش است؟ نه زور کی رسید؟ غیرت افغان همی است. 4500 بامی از کی میترسه؟ پاکستانی است، تاجیک میترسه. یک دقیقه از من بشنوین. من میگم یا ورسه عزیز، پاکستانی است، پشتون میترسه یا از تاجیک؟ سوال کردین، اجازه میتین؟ سوال کردین بشنوین. ما امروز آمدیم غیرت برادرای پشتون ما میکنیم. خواهر المندی و قندهاری را امروز ثبت نام میکنن به طرف پنجاب روان میکنن، ما استاد شدیم غیرتشان نکرده روان هستیم. ما غیرت خواهر لغمانی را کرده روان هستیم که امروز در داخل زندانای طالب به سر میبره. بله ما بسیار صادقانه استاد شدیم، شمشیر هم میزنیم، از خوری سرزمین هم دفاع میکنیم، از عزت و شهامت و سربلندی و وقارش مثل که اجداد ما دفاع کردن ما هم دفاع میکنیم. این سرزمین بر شما تعلق نداره، به این خاطر میفروشینش. به این خاطر امریکای کسی کی کشی؟ امریکای کسی با کی شکست داد؟ امیال خوبانه دلار نمیتیتون فغانتون داسمان برآمده که دیگه نه من میگم من افغانستان نیست، من گپ آوازی کردم. برادر هفته 40 میلیون دلار گزارش سیگار رسمی است. فکر میکنم شما در کدام جای زندگی میکنین که حتما دیگدان یا تنور دارین، حتما چیز را تعقیب نمیکنین، به واقعی نرسید. من تجارت میکنم، من دیگدان میکنین تجارت. من گپ میگم یا ورسه عزیز، من گپ آوازی میکنم. این نگوین که پاکستانیا عالی پاکستانی است، تاجیک میترسه یا پشتون. برادر دیگه اینا تو یک دقیقه گوش کن برادر، احترام تا نفس. اگر می لازم است پاکستانی را کشیدیم که در داخل ادارات رسمی کار میکرد، پیشوری می مردم مکتوبه میکشید. مایکتون بسته است، بکشیم لست. تیم رسانه عزیز یک بالا بگم یک برادر موقعا 2000 نفر میبینه، صبر کن. تیم رسانه عزیز یک بار لطف خود بالا بیارم، لست پاکستانی ها را با تصاویرش بگذار به آقای بزرگوار. صبر کنین شما. تیم رسانه بزرگوار، صبر کنین عزیزم. اینو من براتون نشان میکنم از تلفن. یارو میشناسین شما؟ دیده نمیشه. من هستم خدمتتان. چشم کنیم برای آقای بزرگوار لست پاکستانی ها هم بانیم. چشم هم بگذاریم. شما میبینین یارو نمیبینین بزرگوار اینا کی هست؟ نمیکنه سرزمین ما اینا. خوی ورسه عزیز، من یک مسئول میگم. حال شما هستین در افغانستان، حکومت شماست. من از شما پرسان میکنم که پاکستانی در سرزمین ما او جوان او مرد بزرگوار غیرتی پشتون سربلند پاکستانی در سرزمین پنجابی امروز چی میکنه؟ ما چی خبر دارم؟ یه هم لستش. شما خمیال باید یک توبه بکشین نه؟ تو بس چی بکشم؟ ما حالی گفتین که من طرفدار طالب هستم. من نگفتم که من رسه کنین یا ورسه عزیز، من نگفتم که من طرفدار طالب هستم. حالی یک مثال میگم که شما حالی در افغانستان حکومت دارین، شما چی